بریم برای بررسی خودرو آیدی-3 2025. اول از مشخصات فنی شروع می‌کنیم. یه موتور 125 کیلووات ساعتی حدود 168 پسب بخاری داره. کشت‌آور این موتور حدود 310 نیوتن متر، شتاب 0 تا 100 حدود 8.2 ثانیه است. حداکثر سرعت 160 کیلومتری داره. محور محرکش محور عقبش هستش. ظرفیت باتریش حدود 52.8 کیلووات ساعت. بردش توی چرخه CLTC حدود 450 کیلومتر. مصرف انرژیش 13.1 کیلووات ساعت در هر 100 کیلومتر و زمان فست شارژش از 30 تا 80% حدود 40 دقیقه است. توی ابعاد طراحیش می‌خوایم درباره‌اش صحبت بکنیم. طول هولوش 4261 میلیمتری داره. عرضش هولوش 1778 میلیمتر، ارتفاعش 1568 میلیمتر. فاصله بین دو تا محورش 2765 میلیمتر و وزن خالصش 1760 کیلوگرم هستش. ظرفیت صندوق عقبش هولوش 385 لیتر. با صندلی اگر بتونید بخوابونید هولوش 1267 لیتر افزایش پیدا می‌کنه. فناوری‌هاش IQ درایوی که مخصوص خود فولکس واگن هستش، سیستم سرگرمی اپل کارپلی و اندروید اوتو رو داره، تهویه مدفوع رو داره به صورت اتوماتیک و 6 تا کیسه هوا، دوربین 360 درجه، TPMS و کنترل پایداری رو داره. قیمتش توی بازار چین هولوش 119900 تا 136900 یوان، هولوش 16340 تا 18650 دلار آمریکا هست.